این مادرم آدم دیندار بوده است که گوییم که بعد اینقدر جنگ و جنجال باز شاید پشیمان شده باشد و خواست است که عاقبتش آباد باشد. 1 سال هست که با شوهر خود جنجال دارم، هم خوابه نیستم. خب این شوهر از من راضی نباشد، گوری من چگونه باشد، قیامت من چگونه باشد. گفته از ما مصلحت طلب کردن. حبیب خدا در حدیث های مبارک می فرماید ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. ببین خیلی با دقت باشین. می توانین این سخنها را به مادرها و به زنها و به خواهرها و به ینگه هایی که در خانه دارین رفته رسانین. حبیب خدا فرموده ایستاده است کدام زنی که پیش از شوهر جان به حق تسلیم می کند، پیش از شوهر از این دنیا می گذرد، ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض. حبیب خدا می گوید لیکن شوهر این زن از این زن بسیار راضی هست. به تقدیر الهی جان به حق تسلیم کرده است، لیکن شوهر بسیار غمگین است. به خاطر چی غمگین است؟ به خاطری که این زنی بود که زنی گویم فرمان بردار بود، زنی بود که همیشه در خدمت مرد قائم بود، همیشه سخن مرد برای خود گویم که یک قرار یک حکم قرار میداد. با این خاطر این مرد که دوستش می داشت برای رفتن این زن، برای گویم مردن این زن، این شوهر که غمگین است و راضی از این زن است، حبیب خدا گفتن 8 در جنت منتظر این زن است. 8 در جنت، هر دری. ببین شما در خانه ها دارین، 4 خانه ها دارین، 5 خانه ها دارین. هر خانه تو اینش از اینش دیگرگون است، اینش از اینش زیباتر است. جنت هم همچنان است. هر دری او به خودش باز کوشک‌های جدا دارد، هر کدام او به خودش خوراک‌های الهیده دارد، هر کدام او به خودش راحت‌های گوناگون دارد. حبیب خدا میگوید همه این درها منتظر همون زنی هست که شوهر از او اگر راضی باشد. لیکن اگر شوهر راضی نباشد چی؟ حبیب خدا گفتن لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت له زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. حبیب خدا گفتن وقتی که زن در دنیا مرد آزار میدهد، گویم با بالای مرد فرمان میدهد، سخنهای گویم بلند میگوید، به اجازت شوهر هر کاری را که خواهد انجام میدهد، بالای شوهر گویم قواق دارد، خوب قبول نمیکند شوهر. حبیب خدا گفتن که به جانب این زنهای دنیایی حورهای جنتی به جانب این زنهای دنیا از جنت صدا میدهند، میگویند وقتی ببینند مرد خیلی گویم در حالت ناخوب قرار دارد، خیلی گویم خسته شده است از حساب این زنی بدفعل، حورهای جنتی چی میگفتند؟ لا تؤذی قاتلک الله. ای زن دنیایی این شوهر آزار نته، خدا تو را هلاک کند. قاتلک الله، خدا تو را قتل کند. فانما هو عندك دخیل، یقین دان که این مردها در پیش شما موقت هستند، اینا در نزد شما مهمان هستند. یوشک ان یفارقک الینا، زود است که این شوهرهای شما نزد ما می آیند، زود است. این گویم یک ندای، یک فریاد از جانب حورهای جنتی نسبت همون زنهای می شود که در دنیا شوهرها را آزار می دهند. شوهرها از اونا ناراضی هستند، می گوید من از همین زن خود راضی نیستم. وقتی که راضی نباشد والله که تو را عبادت ها دیگر فایدت نمی کند.
اگر شبان روزن عبادت داشته باشی، در برابر این اگر شوهر از تو راضی نباشد، حدیث ها و آیت های بیشمار دلیل های وجود دارد که عبادت ها در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. حبیب خدا میگوید آدم سجده کردن جایز نیست. ببین ما و شما سبحان ربی الاعلا گفته پیشانی ها ما خدا را سجده میکنیم، انا همین گونه سجده برای آدم جایز نیست. اگر پیش یک آدم کارمان افتاد، یا که گویم که در پیش یک آدم ما و شما یگان مسئله در متهم مانیم، در پیش پای او غلطیدگی آدم تعظیم کرد، این در نزد شریعت حرام است، این جایز نیست. لیکن حبیب خدا میگوید اگر آدم سجده کردن درست میشد، هر آینه امر میکردم اینکه زنها شوهرهاشون سجده کنند، زنها شوهرها را سجده کنند تعظیما لحقه، از حساب بزرگی که خدا این حق بالای شوهرها داده است. افسوس که اگر این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت زبیر نمیشوند، این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت ایوب نمیشوند که حضرت ایوب بعض روایات تا 14 و تا 16 سال بالای تخت سنگ خواب بود، رحمه عائلش خدمتش میکرد. ببین تا 14 تا 15 ساله حضرت ایوب بالای یک تخت سنگ وجود حضرت همه درمند رحمه او را خدمت میکرد. امروز من باوری دارم که از حساب بعض زنهایی که گویم که معرفت و خدا ترسی ندارند، شاید یک ماه طاقت نگاه و بین شوهرها نداشته باشند، یک ماه. حالا که باید این گویم که این زنهای جامعه ما و شما پیرو اینها شود.